با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه باباجان غفورов بخشیده بر روز آموزگاران روز یکشنبه سپری شده آموزگاران مؤسسات تحصیلات میانه عمومی این ناحیه و پختچین برآمده روز عید کسبیشان را در پختزار تجلیل نمودند. در مجموع در این روز بیش از 200 نفر آموزگار، دیرکتوران مؤسسات تحصیلات میانه عمومی و سابقه‌داران ساحه معارف در خواجگی دهقانی سید خوجه اورونخوجف تا نصف روزی نزدیک 10 تن پخته جمع آوری نمودند. ما کارمندان معارف با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه باباجان غفورов شعبه معارفی ناحیه باباجان غفورov در این میدان پختزار تمام دیرکتوران مؤسسه‌های تعلیمی، مدیران باغچه‌های تا مکتبی، اینچنین آموزگاران اشتراک دارند. ما آموزگاران کارمندان ساحه معارف کوشش میکنیم که من بعد نیز از این آب و هوای تازه تیره ماهی استفاده برده روزهای استراحتی من بعد باز با تمام اهل کارمندان مؤسسه، پدر و مادران و بابای دهقان باز کمک رسانیده باشه. جمع آمد تنتنوی بخشیده بر روز آموزگاران در باشگاه صحرایی خواجگی دهقانی سید خوجه اورونخوجف برگزار شد. رئیس ناحیه باباجان غفورov نصرت الله سلیم زاده همه آموزگاران را بر روز عید کسبیشان تبریک نموده به آنها در فعالیت من بعد برای کامیابی ها تمنا کرد. گفته شد که دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان همیشه سعی دارند که برای انکشاف ساحه علم و فرهنگ و مکتب و معارف تمام امکانیت ها را فراهم سازند. زیرا در جمهوری صاحب استقلال ما ساحه معارف یکی از سمت‌های فعالیتناک سیاست اجتماعی دولت اعلان گشته برای تعلیم و تربیت نسلی با معرفت و صاحب هنر و وارثان سزاوار خلق و وطن تدبیرهای زیاد اندیشیده شده ایستاده است. با مقصد در عمل تطبیق نمودن دستور و سپارش‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با اقدام رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده بهر پیشبرد ساحه علم و معارف، هوسمندگردانی آموزگاران و خوانندگان، بنیاد و تعمیر و ترمیم مؤسسه‌های تعلیمی در قطار دیگر منطقه‌های ولایت در ناحیه باباجان غفورov نیز تدبیرهای سازنده عملی گردیده ایستادند. آموزگاران و کارمندان ساحه معارف ناحیه باباجان غفورov از این دستگیری و تشبث‌های حکومت کشور نسبت ساحه معارف بالیده روحند و کوشش می‌کنند جواباً به این غمخوری‌ها نسل نورس را در روحیه وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی تربیت نمایند تا آنها آینده برای جامعه خدمت ارزنده کنند. Все мы участники международного проекта, который называется «Российские учителя за рубежом». Мы приехали сюда для того, чтобы оказывать помощь таджикским педагогам в обучении детей. Этот проект существует уже 6 лет. Мы с удовольствием работаем и живем в солнечном Таджикистане. Сегодня нас пригласили на сбор хлопка, белого золота Таджикистана. В таком мероприятии мы участвуем первый раз. Мы собрали несколько мешков хлопка. Оказывается, дается с большим трудом, но мы с огромным удовольствием поучаствовали в этом мероприятии. در ادامه چاره‌بینی یک قطار سابقه‌داران و آموزگاران فعال با تحفه‌های خاطروی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، ریاست معارف ولایت سوخت و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه باباجان غفورov قدردانی کرده شدند. به یک چند نفر عنوان اعلاچی معارف جمهوری تاجیکستان سپرده شد. همچنین همه اشتراکچیان با تحفه‌های خاطروی قدردانی شدند. برنامه رنگین اهل هنری شعبه فرهنگ ناحیه به این چاره‌بینی شکوه تازه بخشید و آموزگاران روز عید کسبی خود را خاطرمان تجلیل کردند.